خب ببین اون تنظیماتی که واسه نمایش 4 محور همزمان تو سیمکو ورژن 6 انجام دادیم، خب همین هم باید انجام بدیم برای سیمکو حالا 2023 و سیمکوهایی که شما دارید. سیمکو رو خب جداگانه باز کنین، بک پلات. خب بعد این قسمت این بحث فلشه رو میتونین بزنین. حالا اگر پیدا نکردین یا سخت بود زدنش، تا همون ادیتور تب اول ستاپ رو بزنیم. بعد از ستاپ که زدیم میریم سمت چپ بک پلات رو پیدا کنیم. خب تو اینجا دیفالتش روی میلینگ هست، یعنی مثلا هم فرز رو کار کنیم کاملا درسته. تو این قسمت خب یه سری دستگاه کنترلر خودش داره و یه کنترلر دیگه میخوایم تعریف کنیم. خب پس اینجا یه نیو میزنم، مثلا اسمشو میذارم فور اکسیس. خب یه اسم فقط براش میذاریم، یه اسمی گذاشتیم. میرم قسمت هد کلیک راست میکنم و یه لینیر اکسیس، یعنی در حقیقت یه حرکت خطی باید به اینجا اضافه کنم که اون محور زد هست. مینیمومش رو ببینید خیلی قاعدتا کمتره و یه عدد زیادی میزنم که همه کار مسلمات همین دستگاه بشه زد و به مشکل نخوره. عدد خیلی بزرگی زدم. فید ریت هم همچنین یه عدد خیلی بزرگی میزنم که گیر نده و در حقیقت اون فید ریتی که ما خودمون تو پاور می تعریف می‌کنیم یا تو سیمکو میایم دستی اصلاح می‌کنیم مهمه. یه عدد خیلی بزرگی زدم که تو محدودیت به قولی نداشته باشه. بعد این قسمت تیبل دوباره کلیک راست و دوباره یه لینیر اکسیس، خب محور ایکس رو میخوام اضافه کنم. دوباره همچنین حالا من 4 تا 9 میذارم اینجا، 4 تا 9 این ور. خب قاعدتا 9 متر و 10 متر مثلا طول ایکس همون نیست، ولی خب حالا باز عدد خیلی گنده زدم، 5 رو هم اینجا. خب بعد دوباره رو خود ایکس کلیک راست لینیر اکسیس. خب الان میگه خب ایکس که داشتی، میام وای رو انتخاب میکنم. دوباره منفی 99 و فید ریت رو هم یه دونه 9 بیشتر. حالا میبینیم بحث روتاری یا لینیر دیگه نداره. ایکس وای زد کلا تعریف شد. حالا یه روتاری تعریف میکنیم که محور A اسمشه. دوباره از یه عدد خیلی بزرگ از منفی بی نهایت تا مثلا مثبت بی نهایت میدیم، زاویهش مثلا محدودیت زاویهش داشته باشه. و فید ریت هم همچنین عدد بزرگ میذاریم. دایرکشنش همون درسته دیگه، در راستای محور X هست. اکثریت دستگاه ها حول محور X روتاری میچرخه، محور A. تعداد خیلی کمی از دستگاه هستن که مثلا حول محور B حول محور Y هست، پس باید بشه 0 1 0. ولی خب اکثریت دستگاه 1 0 0 کاملا درسته، 1 0 0 و اوکی. این تنظیمات 4 محور همزمانه که وقتی اوکی شد دوباره میزنید روی این میاد بالا، چون میاد بالاتر و فور اکسیس رو مشین رو بشه ستاپ در حقیقت انتخاب میکنین که تنظیمات 4 محور همزمان این اوکی باشه و روی این تنظیمات کار جیپودای روتاریتون، حالا چه 3 محور روتاری چه 4 محور روتاری، 4 محور همزمان در حقیقت نمایش داده بشه.